یکی از چیزهایی که با به آخر بودن رحمت خداوند و خیلی مهربان بودن او شهادت می‌دهد، این همان چیزی است که برای ما و شما نصیب شده است. یعنی امکانیتی که برای ما و شما داده شده است، یعنی امکانیتی توبه کردن. زیرا ببینید که اگر در جهان معاصر مثال بیاوریم، فرض کردیم شما در کارخانه کار میکنید و کارتان را نادرست اجرا کردید. یک مرتبه می آید نزد راهبرتان، با او میگوید، او میفهمد، میگوید خیر دیگر نمیکنم، میگوید میروید، او شما را میبخشد. بار دوم میبیاید، باز همین حادثه. بار دوم وای الکی از شما چی میگیرد؟ بیانات میگیرد. یعنی که آن را که شما گفتید بار اول دیگر نمیکنم، اکنون به نمود خطی میگیرد و شما را جواب میدهد. شما میروید باز و وقتی که بار سوم میآید، او دیگر دلگیر میشد، دلبزن میشد و الکی میتواند که شما را از کار خارج کند. بله، لیکن خداوند آنچنان مهربان است که شما اگر گناه کردید و آمدید بخشش پرسیدید از خداوند، یعنی که توبه کردید، از کار خود پشیمان شدید، او شما را انشاءالله میبخشد. تنها در همان حالتی که توبه شما صدقاً باشد، از صدق دل باشد. و چگونه بودن توبه شما صدقاً بودن او را خداوند متعال تنها خود میداند و بخشیدن تنها در دست او است. لیکن ما و شما نباید که ناامید شویم. یک حادثه دیگر را برایتان نقل میکنم. یک نفر بود و یک روز آمد گفت که من در کتاب خواندم که آنجا نوشته شده که خداوند وقتی که انسان گناه میکند و توبه میکند، خداوند او را میبخشد. من گفتم بله درست است. بعداً آن نفر میگوید که خیر این طور که باشد، من فلان کار را میکنم، این کار را میکنم، آن کار را میکنم و بعدش توبه کردن میگیرم. یعنی که او میگوید که من گناه میکنم و بعد آمده توبه کردن میگیرم و همین طور یک مرتبه نه، هر وقتی که دلم خواست میرم گناه میکنم، پس آن میبیایم توبه میکنم. این طور نیست دوستان عزیز. ما باید درک کنیم که اگر شما دیده و دانسته آن کار را که گناه است انجام میدهید، اینجا تنها خداوند خودش داناست، لیکن احتمالیتی بخشیدن شما در همان حالتی که شما یگان کار را کردید و پسان فهمیدید که این کار شما خطا بود یا اینکه این کار شما گناه بود، یعنی که هنگام کردن این کار شما نمیدانستید که این کار گناه بود. در این حالت وقتی که شما توبه میکنید، خداوند احتمالیتی بخشیده شدن شما خیلی زیاد است و ما و شما نباید که از خداوند ناامید باشیم. لیکن آنه که شما میدانید که همین کار نادرست است، این کار گناه است، لیکن باز میروید میکنید با همان نیتی که خیر حاضر میکنم، بعد توبه میپرسم، توبه میکنم، این الکی نادرست است. و یک خطاگی که ما بعد از آنه که توبه میکنیم، این کدام اشتباه است. بس از آنه که ما توبه کردیم، ما دوباره برمیگردیم به همان گناه ها. یعنی به آن معنای نه که ما دوباره می آییم و باز همان کار را میکنیم. به آن معنای که وقتی که ما توبه کردیم، از خداوند بخشش پرسیدیم و حیات نو را
آغاز کردیم ما در فکر خود همان کار را می‌داریم، یعنی که فراموشش نمی‌کنیم و این خطا است. و هرگاه وقتی که شیطان می‌خواهد ما را عاجز ضعیف گرداند، او به یاد ما می‌آورد که تو همان کار را کرده بودی و آیا خداوند تو را می‌بخشیده باشد؟ و همین سوال بسیار سوال خطرناک است. آیا خداوند شما را می‌بخشیده باشد؟ چگونه ما می‌توانیم که همین سوال را برای خود دهیم؟ مادامی که ما هنگام توبه کردن باور کردیم و گفتیم که از خداوند بخشش میپرسیم و با بخشش خداوند باور کردیم و لیک باز در آخر میگوییم که آیا خداوند مرا میبخشیده باشد؟ این همه حیله های شیطان است برادران عزیز. بسیار احتیاطکار باشید، بسیار احتیاط کنید. هنگامی که شما توبه میکنید، توبه کردن این چی معنا دارد؟ یعنی وقتی که شما توبه میکنید تمام گناه شما بخشیده شد و شما باید که از نو حیات نو را شروع کنید و انشاءالله خداوند وقتی که شما را با رحمت خود نصیب گردانید، آن کارهای بدی که شما کرده بودید با کارهای نیک شما را آنها را صاف میگرداند، تازه میکند. برای همین وقتی که توبه کردید هیچگاه دوباره به یاد آن روزهای گذشته آن کارهای بدی که کرده بودید دوباره نزد آنها حتی در فکر و خیال خود نیز نروید که این حیله های شیطان است. شیطان با همین راه میخواهد شما را گمراه کند، ضعیف و لاغر و خیلی ناچیز نشان دهد. بار دیگر میگویم که وقتی که ما توبه میکنیم ما الکی شهادت از آن میدهیم، باوری میکنیم برای خود که خداوند ما را میبخشد. ما امید داریم که خداوند ما را میبخشد، زیرا خداوند به نهایت مهربان است. و ما نباید پس از آنی که به این باور کردیم و امید کردیم بگوییم که آیا خداوند مرا میبخشیده باشد و با فکر و خیال خود به همان روزهای گذشته رویم. این میدانید به چه آورده میرساند؟ شاید که خدای نکرده اگر شیطان بالای شما زوری کرد و شما آن فکری را که آیا خداوند شما را میبخشیده باشد قبول کردید و گفتید که نه، این کاری که من کردم خداوند مرا نمیبخشد. پس از آنی که شما الکی توبه کردید و باور کردید به رحمت خداوند، این دم شما میتوانید که بگویید که خداوند مرا نمیبخشد، بعد بیا من چه کاری که خواهم کرده. خداوند از این روز همه ما را نگاه دارد. بسیار احتیاطکار باشید و گرد و اطراف همین سوال خیلی زیاد نگردید. این بسیار سوالی نازک است. این به مانند آنی است که همین رنگی را برای شما نشان دادند و گفتید که این رنگ سفید است. بله، این رنگ سفید است. تو درست میگویی. با رفیق خود گفتید که بله تو درست میگویی، این رنگ سفید است. این رنگ شما هم دیدید. لیکن وقتی که رفیق شما رفت، شما با خود میگویید که آیا همین رنگ سفید بود؟ چگونه شما میگویید که آیا همین رنگ سفید بود؟ مادامی که شما تصدیق کردید و گفتید که هم این رنگ سفید بود و هم دیدید که این رنگ سفید بود. و ما بسیار مثالهای را، بسیار شخصان را میدانیم که با سبب توبه کردن آنها را خداوند با رحمت خود سزاوار گردانید و وعده بهشت بر آنها داد. وقتی که انسان توبه میکند، آن گناههای او باید که او حیاتش را از نو آغاز کند. زیرا صحابگان یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم، آنها که هنگام تا اسلام را قبول نمودند با شمشیرها و با شافها می برآمدند بر ضد رسول خدا صلی الله علیه و سلم. لیکن هنگامی که آنها به اسلام آمدند و آن کارهایی که پیش از اسلام میکردند توبه پرسیدند، خداوند آنها را
بخشید و به آنها وعده بهشت داد. برای همین هنگامی که توبه میکنید این یک نعمت بزرگی از جانب خداوند برای ما است. همه وقت باز یک چیزی دیگر که وقتی که گناه کردید زود توبه کنید و کوشش کنید که بیشتر در داخل همان گناه نیستید. زود باید که برای توبه کنید و انشاءالله دعاگو باشیم تا خداوند همه ما را به رحمت خود سزاوار گرداند و انشاءالله یک جایگی روز محشر در قطار یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم جای دهد. خداوند نگهبان هر یک شما دوستان عزیز. شما میتوانید که ثبت های بیشتری ما را در شبکه ما در یوتیوب با نام برادر مسلم دریافت نمایید. اینچنین ما در شبکه‌های اجتماعی و مانند فیسبوک، ادنکلاسنیکی و کانتکت گروه‌های خود را داریم. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.